سلام، هنا هستم. خوش اومدید به ویدیو امروز، قسمت آخر زندگی نامه مایکل که میپردازیم به مرگ غم‌انگیز اون و مهمتر از همه مشکوک. چند تا نظریه است، میریم نظریه رو میبینیم، مهمتر از همه حرفای اورژانس و پلیس و بعد نظریه‌ای که در مورد مرگ اونه. وقتی اورژانس میره به این خونه مجلل و بزرگ، وقتی سرشو بالا میاره و چک میکنه، میبینه بله این کسی نیست جز مایکل جکسون. همین میشه که دوربر رو نگاه میکنه و میبینه بله خیلی فضای مشکوک و غیر عادیه و همین میشه که به پلیس زنگ میزنه. پلیس میرسه و میبینه اونجا تجهیزات پزشکی هست، ولی مهمتر از همه اکسیژنی که باید باشه برای مایکل تو این اوضاع نیست و میبینه اون با داروی مصرف پروپروفیل از دنیا رفته. دارو رو زیادی استفاده کرده، یعنی دکتر زیادی بهش داده و اونجا میگن آخرین کس کی همراهش بوده، میفهمن دکترش دکتر موری. و همین میشه که اونا پرسجو میکنن که دکتر کجاست. میفهمن دکتر وقتی اونو رسونده به بیمارستان خودش اونجا رفته و فیلم همین میشه که تماس میگیرن. اون تماس جواب نمیده و توی روزنامه عکسشو چاپ میکنن و همین میشه که میاد به پلیس مصاحبه میکنه و اینجا داره میگه بله من 2 ماه به اون شیر دادم و دکتر اول نمیفهمه شیر چیه، بعد میفهمن بله منظورش داروی پروپوفیله که برای بیهوشی استفاده میشه. اونو دستگیر میکنن، میبرن دادگاه. اونجا با چک کردن میفهمن بعد از مرگ مایکل 20 دقیقه بعد این با اورژانس تماس گرفته. میگم 20 دقیقه چه کار میکردی؟ میگفته دارم بهش ماساژ قلبی میدم که احیا بشه، ولی اونا بعد از چک کردن اون اتاق فهمیدن این در اون مدت داشته وسیله هاشو جمع میکرده و تماس تلفنی هم داشته با این و اون داشته حرف میزد. همین شد که اونو به 4 سال زندان و تبابتشو ازش گرفتن و به قتل درجه 2 متهم شد و به زندان رفت. بعد میریم به چندین نظریه در مورد مرگ مایکل میپردازیم و یکیش مهمترینش اینه یه هفته قبل از مرگ مایکل در یک تمرینی فیلم ازش گرفته شده و اونجا دکتر رفته و اونو چکاپ کرده و میبینیم که اون چقدر پر انرژی آواز میخونه، میرقصه و حرکات پیچیده اجرا میکنه. و دومیش اینه وقتی گزارش های مربوط به مرگ مایکل رو نگاه میکنی یه چیز غیر معموله و اون چیزو اینه که از تلویزیون TMC زودتر از اینکه گزارش پزشکی اعلام کنه یا بیمارستان اعلام مرگ کنه اونا اعلام کردن. و توییت دختر مایکل که توییت کرده که فقط اگه مردم حقیقت رو میدونستن و 2-3 تا توییت دیگه که مردم رو یکم مشکوک میکنه به این مسئله. و گزارش کالبد شکافی تناقضی در مورد سلامت او، جسمی او و اینکه وزنش چقدر بوده، قدش چقدر بوده، چند ثبت شده. اینا همه مایکل رو چون در حال تمرین بوده چند وقت پیش و اونجا دکتر رفته و دکتر تمام اینا رو چک کرده. اینم یه تناقضی دیگه. و میریم سراغ این که میگن مایکل مرگ خودش رو جل کرده. 10 سال پیش در یه آهنگی در این مورد گفته که مایکل در 50 سالگی به خواب میره و دوست داره رها بشه، آزاد بشه و دور از مردم و دسترس و دولت باشه. و میریم سراغ اورژانس که میگن اصلا هشدارش آژیرش روشن نشده و چندین جا میذار ازش سبقت بگیرن فیلماش که پخش شده، حتی یه چند جا وای میسته و توقف داره. و در گواهی فوت او
مایکل جوزف جکسون رو زدن مایکل جو جکسون. همچنین تاریخ فوتش و تاریخ صادر کردن گواهی فوتش خیلی تاریخش گذشته بعد از مرگ اونه و شواهد زیاد دیو به مایکل که چشمگیره و خیلی ها میگن خود مایکله، چون مایکل خیلی علاقه به گریم کردن داشته. میگن این گریمایی روی صورتش میکنه و خودشو جای دیو میزنه چون خیلی صداش شبیه صدای مایکل. بعد بعضی کارشناسا میگن این دارو باعث مرگ نمیشه، فقط باعث خواب عمیق زیادی میشه و توی کالبد شکافی اندازه‌ای که گفتن اندازه‌ای نیست که برای مرگ، یعنی موجب به مرگ بشه. و مهمتر همه فیلم های نظارتی گم شده از دوربین های خونه مایکل، عمارتی که توسط چندین دوربین و سیستم امنیتی زیاد و بادیگاردا دور تا دورش چجوری میشه که فیلم های اون 24 ساعت گم بشن و پاک شده باشن و پاک شدنش هم میگن توسط یه آدم حرفه‌ای حتما صورت گرفت. و پخش شدن آلبومای مایکل که بعدش آلبومای تک آهنگی که میگن تا حالا پخش نشده با کیفیت خیلی بالایی اینا پخش شدن و تماس با اورژانس که دقیقا 20 ساعت بعد از اینکه مایکل و دکتر پیدا کرده و این تأخیر کلا زیر سوال میره که چی میشه که 20 دقیقه بعد میره سراغ زنگ زدن به اورژانس، توی این 20 دقیقه چه اتفاقی افتاده و بردن مایکل از در پشتی بیمارستان و فیلم گرفتن خبرنگارا که دیدن او از یک کسی از در پشتی خارج میشه و اونجا میشه که میگن نه ما داشتیم تست میکردیم باورپذیری مردم. و 2 روز بعد خونه مایکل کلن خالی میشه و پلیس شک میکنه که چی میشه که خونه مایکل اینقدر خالیه که حتی مبل و ملافه ها رو بردن. فیلم هلیکوپتر یه فیلم وجود داره که معلوم میشه توی این فیلم جسد یه حرکتی، البته این بعد دیگه گفتن ممکنه که مثلا باد بوده و اینا حرکت کرده و 1 ساعت قبل اعلام کرده مایکل قبلا مردنش که اینجا جایی که خونش میگن خالی شده و حتی ملافه و وسیله مایکل بعد 2 روز بعد که پلیس رفته نبوده. 1 ساعت قبل اعلام کرده که مایکل عفونت پوستی مبتلا شده و مدت‌های رو ویلچر بوده و اگه همچین اتفاقی شده چطور اون قرارداد امضا می‌کرده و تور رفته و تو تمرینا حتی ازش فیلم گرفتن که اون خیلی سرحال و سرزنده است. و مهمتر از همه توی مراسمش تابوتی که باز نشد و همه توی مراسم انتظار داشتن که اون باز بشه تا میتونن مردم برای آخرین بار مایکل رو ببینن و از او خداحافظی کنن. و قبل مرگ مایکل بعد 2 روز بعد مرگ مایکل اخراج چندین نفر که توی دستگاه مایکل کار میکردن و کارمندای مایکل بودن. این اقدام سریع غیر منتظره، همه میگن اقدام حذفی بوده برای شاهدان احتمالی برای ماجرا. و تغییر مکان مراسم که اول قرار بوده نیویلند باشه و در نهایت در لس آنجلس، تغییر مکان و جزئیات مراسم همش جابجا میشد و پنهون میشد و خصوصی برگزار کردن مراسم جنازه و در نهایت در پارکی در کالیفرنیا خیلی خصوصی برگزار شد. و در نهایت مایکل برای اجرا سالم بوده، دکتر چکاپش کرده و دکتر گفته 11 روز قبل
چکاپ اپ کردم. و مهمتر از این استخدام دکتر موری که دقیقا در زمان تمرین کنسرت اون 42 تا دکتر رو دیده و در نهایت دکتر موری رو انتخاب کرده. چه اتفاقی افتاده ما نمیدونیم و ما میدونیم اون شهرت بدی داشته، درگیر مشکلات مالی بوده و این تصمیم سوالات زیادی رو ایجاد میکنه و ما میتونیم بفهمیم، یعنی تئوری هست که چه اتفاقی افتاده که این دکتر موری رو دقیقا 2 ماه قبل، با اینکه خیلی دکتر این بودن و خیلی دوست داشتن باشن، و چی شده دکتر موری رو با این همه که آوازه بدی داشته انتخاب کرده. و مهمتر از اینه که ما مرگ مایکل رو بعد از این داریم و دیگه مایکل رو در اسطوره پاپ و پادشاه پاپ و کسی که خاطره باش ساختیم و دیگه به خاطر یه سهل انگاری یک دکتر و یا اگه خودش این تصمیم رو گرفته حتما خیلی تحت فشار روانی بوده که این تصمیم رو گرفته. نمیدونیم واقعیت چیه، ولی مهمه اینه که ما دیگه اونو نداریم و این خیلی غم انگیزه. لایک، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم.